کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان از احتمال آبخیزی‌های نو تا پایان هفته جاری هشدار داده است. این هشدار در پایه پیشبینی اگنتی هواشناسی کشور است که میگوید از 14 تا 17 ماه سال روان بر اثر ادامه بارانها بالاروی سطح آب در رودخانه‌های قزلسو، یخسو، وخش، آبخنگاب، زرفشان که در ناحیه‌های نزدیکویی و کوهی وادی ایسار، ولایت ختلان و ولایت سوخت جایگیرند، خطر بالاروی سطح آب باقی میماند. احتمال به وجود آمدن حالتهای فوق‌العاده علاقمند به زیر آب ماندن ساحل‌ها، کندن سده‌ها و شکست و ریخت در پل‌های ارتباطی وجود دارد، میگویند هواشناسان. این در حالی است که روز 11 مای در بسیار از منطقه‌های تاجیکستان باران‌های پی در پی و سیل آبخیزی‌ها و فروریزی زمین مشاهده شده سبب هلاکت دست کم 9 نفر، ویران شدن چندین کپرک و انشاءات دیگر اجتماعی، دهها خانه مردم و صدها گکتار زمین کشت و باغ و پالیزی شد. با مقصد پیشگیری از هر گونه صدمه‌های نقلیاتی در راه‌های کوهی و عقبه‌ها، کمیته حالتهای فوق‌العاده از رانندگانی که ماشین‌های 36 دارند خواهش شده است که حرکت در چنین راه‌ها را در ساعت‌های شبانگاه را محدود کنند و قاعده‌های حرکت را جداً رعایت نمایند. کمیته حالتهای فوق‌العاده همچنین بار دیگر به ماهیگیران مراجعت کرده است که در این روزها از رفتن به ساحل‌هایی که احتمال طغیان آب دارند خودداری نمایند. ساحل این گونه دریاها در روزهای بارانی بسا خطرناکند و این خطرها به ناگاه رخ می‌دهند، میگوید کمیته حالتهای فوق‌العاده. کمیته حالتهای فوق‌العاده همچنین به ساکنان توصیه داده است که سیل‌راه‌ها را از هر گونه سیل‌آوردها تازه نمایند تا به حولی و میدان‌های کشت آنها وارد نشوند.